این لحظه می خواهم یک صحبت درباره قربانی داشته باشم که الحمدلله ما و شما در عرفه عید قربان، یعنی در روزهایی که عشره ذوالحجه میگویند، 10 روز ذوالحجه که روزهای در نزد خداوند محبوب هستند، در نزد خداوند دوستدار هستند، عملهای صالح در این روز کردن برای انسان بسیار فضیلت و ثواب زیاد دارد که خداوند عملهای صالح را در این 10 روز دوست می دارد. به همین خاطر این لحظه خواستم یک چیزی در باب یعنی قربانی صحبت داشته باشم، چون که سالهای گذشته اکثری برادرهای مؤمن و مسلمان من که صاحب نصاب هستند در گردن اونها قربانی واجب بود، اونها قربانی نکردند و گوشت خریدند. به همین خاطر امروز خواستم که یک اشاره یعنی یک بیانات درباره قربانی داشته باشم. برادران عزیزی من، شخصیتی که دارنده هست، شخصیتی که صاحب نصاب است، در گردن او واجب است که قربانی کنه. قربانی از 4 حیوان می شود: از اشتر، از گاو، از گوسفند و از بز. غیر اینها قربانی کردن، یعنی از اسب و از آهو و دیگر یعنی حیوان ها قربانی کردن درست نیست. فقط از این 4 حیوان: از اشتر، از گاو، از گوسفند و از بز. در اشتر و گاو تا 7 نفر می توانند که انسان ها شریک شوند، یعنی 7 نفری قربانی کننده سوم بپرتایند. قیمتی هم یک گاو یا اینکه یک اشتر چند سوم باشد، 7 نفر یعنی قیمتی او را پرداخت کنند، جمع کنند، یکی از گاوها را یعنی خریداری کنند و قربانی کنند، براشون درست می شود، به شرطی که گاو از 2 سال بالا باشد. اما در گوسفند و در بز، گوسفند و بزی که از 1 سال بالا باشه، فربه باشه، به عیب باشه، یعنی کمبودی نداشته باشه، گوشهاش بریده نباشن، خرابی بد نباشه، معیبی نباشه، این نوعه 1 نفر میتونه قربانی کنه. البته از 1 نفر زیاد در یک گوسفند شریک شده نمیتونه، فقط 1 نفر یک گوسفند یک بز قربانی میکنه، به شرطی که فربه و یعنی به عیب و به کمبودی باشه. قربانی این واجب است برادران عزیز، اختیاری نیست. انسانی که قربانی نکرد، قربانی ترک کنه، البته روی گناهکار می شود. برای انسانهای نادار، انسانهای کمبغل، این در گردنشون واجب نیست، از گردن اونها ساقط است. متاسفانه یک عادت جاهلانه در مردم ما هست که روز عید قربان انسانهای نادار مرغ میکشند گویا خون شود گفته. البته این در شریعت معنی است، نادرست است. این نمی شود که یعنی همچون قربانی یک مرغ در راه خدا بکشی گفته، این البته نادرست است. چه خوب می شود برای انسانهای نادار که اونها چیکار کنند؟ گوشت گیرند، یا اینکه انسانهایی که قربانی کننده هستند براشون مستحب است که اون یعنی لحمی گوشت قربانی کرده شونه 3 تقسیم کنند، یک حصهش برای مهمانهای روز عید طعام آماده کنند، طعام بپزند، یک حصه دیگهش در خانه برای اهل بیت و باقی بگذارند و یک حصه دیگهش در انسانهای کمبغل مسکین و نادار صدقه کنند، تا اینکه در روز عید اونها هم خرسند و شاد باشند و از قربانی های اینها اونها هم طعام آماده کنند. البته مرغ قربانی کردن این نادرست است برادران عزیز. باید که انسان حرکت کنه که یعنی که اگر دارنده باشه یا بز یا گوسفند یا اینکه گاو یا اینکه اشتر در راه خدا قربانی کنه. قربانی برادران عزیز این امتحان و سنجش خدا هست. از انسانهای دارنده خداوند سنجش میکنه، اونها را امتحان میگیره که آیا برای اونها یک گوسفند عزیز ارزش داره یا اینکه امر پروردگار یا اینکه محبت و اطاعت الله رب العالمین. البته انسانی که الله رب العالمین را دوست بداره و محبت الله در دل او زیادتر باشه، گوسفند و گاو نه بلکه او حاضر می شود که تمام دارندگی و حتی جانش در راه خدا قربان کنه. به این خاطر امتحان و سنجش پروردگار است. باید انسانهای دارنده یعنی سستی و کمبودی نداشته باشند. الله رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام را وقتی امتحان و سنجش گرفت، برای ابراهیم علیه السلام امر کرد که یعنی فرزند، یگانه فرزند در راه خدا قربانی کن. البته ابراهیم علیه السلام در خواب دید که فرزندش اسماعیل علیه السلام در زمین خواب آن دست او را قربانی میکنه. وقتی از حضرت
اسماعیل پرسید که ای فرزندم، گفت من خواب دیدم که تو را قربانی میکنم، آیا نظر و گمانی تو، فکری تو در این خواب من چه هست؟ اسماعیل علیه السلام هم تسلیم بود، راضی بود. گفت یا ابت افعل ما تؤمر، گفت ای پدر جان، اون امری که خداوند برات کرده است، امر خدا را بجا بیار، در امر خدا کوتاهی و سستی نداشته باش. یعنی ابراهیم علیه السلام تسلیم شد که یگانه اسماعیل شه در راه خدا قربانی کنه و در زمین خوابان کار در گردن وی کشید، یعنی تسلیم شد که امر پروردگار را بجا بیاره. و این خاطر من و شما هم باشیم برادران عزیز و بزرگوار، شخصیت های دارنده این قربانی اختیاری نیست، برای انسان های دارنده این واجب است. به ترکش انسان گناهگار می شود، عاصی می شود، در قیامت در نزد خداوند جواب گفته می شود و خداوند اون انسان عذاب می کنه. به این خاطر حرکت داشته باشید که یعنی که سستی نداشته باشید، چون که خداوند بزرگوار در حدیث قدسی فرمودند که از همه دوست داشته ترین عمل ها یعنی در روز عید قربان این ریزاندن خون قربانی هست. خون قربانی شما رب العالمین میگه پیش از این که در زمین بچکه او در نزد من میچکه، یعنی من او قبول دارم از شما، قبول میکنم از شما. به این خاطر حرکت داشته باشه که انسان های دارنده یعنی که قربانی کننده باشه. و انسان هایی که قربانی میکنن در گردن اونها قربانی واجب است، البته برای اونها مستحب است، برایشون بهتر این است که از امروز یعنی ناخونها را، موهای لب، موهای تگ کش، موهای زیر ناف پاکیزه کنند و تا روز قربانی کردنشون دیگه این اعضاهاشون یعنی چخگی نکنند، کوتاه نکنند، یعنی موهاشون دیگر کوتاه نکنند، ناخونهاشون نگیرند، موهای زیر ناف و تگ کششون دیگر پاکیزه نکنند، براشون مستحب است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که انسانی که یعنی قربانی کننده است این 10 روز ذوالحجه را، 10 ذوالحجه این اعضاهاش دیگر کاردار نشوه و وقتی که قربانی کرد بعد از قربانی کردن بعد از اون رفتن ناخونهاش گیره، موهای لبش پاکیزه کنه، موهای زیر ناف و موهای تگ کش پاکیزه کنه. و سبب پاکیزه کردن این اعضاهاش خداوند این شخصیت از گناه پاکیزه میکنه. البته این مستحب است، کسی اگر کرد گناهگار نمیشه، اما کسی نکرد و این رعایت کرد البته ثواب زیاد میگیره. و درباره فضیلت ثواب قربانی کردن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که به عدد موهایی که در بدن اون یعنی گوسفند است یا اینکه اون کالا و حیوان است، خداوند در نامه اعمال انسان قربانی کننده حسنه و ثواب نوشته میکند. یعنی چقدر اگر اون یعنی موه زیاد داشته باشه اونقدر ثواب زیاد نوشته میشه. حتی پیغمبر بزرگوار گفتن که در روز قیامت این قربانی کردهش و تمام پوست و پشم و یعنی استخوان و همش در ترازوی قیامت یعنی در پله ترازوی وزن ثوابهای انسان می آید و چقدر ثوابهای وزن ثوابهایی را وزنین میکنه. یعنی ثواب زیادی داره قربانی کردن برادران عزیز و بزرگوار من. به این خاطر حرکت کننده باشه که این امر پروردگار را بجا بیاره. اکنون فردا که یعنی 22 ایول است، 22 ایول یعنی 2020 از فردا یکم روز ذوالحجه سر می شود. این 10 روزه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این روزها در نزد خداوند یعنی روزهای محبوب هستند، روزهایی هستند که خداوند عمل صالح، کارهای خوب در این روزها از بنده هاش دوست می داره. عزیزای خدا، دوستای خدا میفرمایند که در این روزها انسان باید بسیار یعنی دعا داشته باشه، روزهای اجابت دعا هستند. در این روزها انسان باید بسیار ذکر داشته باشه، بسیار تلاوت قرآن داشته باشه. در این روزها انسان باید توبه و استغفار داشته باشه و در این روزها باید انسان خیر سخاوت زیاد داشته باشه، چون که عمل صالح در این روزها خداوند از بندش دوست می داشته است. به این خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت کننده باشیم که از لحظه های نورانی این روزها استفاده ببریم و پروردگار بزرگوار به سبب شرافت فضیلت این روزها مشکلی های ما را آسان بگردانه. پروردگار بزرگوار اسلام عزیز ما در روی عالم غالب بگردانه. پروردگار بزرگوار دشمن های اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. مشکلی هاشون آسان بگردان. در کسب کارشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار برای تمام پدرها و مادرها، برادرها و خواهرهای اسلامی من در روی عالم
بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگارا مشکلی هامون آسان بگردان. به فرزندان فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. پروردگارا بار الله تمام برادرها و خواهرهای پدرها و مادرهای اسلامی من در روی عالم هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصدشون برسان. پروردگارا جملگی را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.